ساکن شهر ترسونزاده تیلاومурод каримов از زمان مکتبخوانی به هنر رسامی شوق و رغبت پیدا نموده بعد ختم مؤسسه تعلیمی برای رواج و رونق دادن استعدادش به آموزشگاه رسامی به نام میرزا رحمت عالمov شهر دوشنبه داخل شده از استادان نازکی های رسمکشی را از خود می کند. بعد ختم آموزشگاه تا امروز مدت 46 سال می شود که با استفاده از رنگ های منقش و دلچسب زیبایی می آفرد. او در این مدت هنر رسمکشی را به دهها شاگردانش آموزانیده است. برخی این راه را ادامه داده در مؤسسه های تعلیمی همچون آموزگار فنی صنعت تصویری کار می کنند. از استادشان مصلحت می گیرند و او را همچون راهنما در فعالیت خویش می دانند. شاگردان را ما اول با تصویرهای عادی نقش و نگار با قلم، بعدتر آنها را رنگ و بار دادن، بعدتر ساختن بعضی نمودهای کندلهای خرد و بعد از آن حجما کلانتر هم شناس میکنیم، هم بچه ها همین کارهای نقاشی را اجرا می نمایند. مخصوص برنامه تشکیل کردیم که دوام همین تعطیل تابستانه شاگردان از مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی شهر آمده در هنرآموزی جلب شوند و اینچنین وقت خود را به درک صرف دیگر کارها ننمایند. تصویر منظره های زیبای کشور، آرایش نقش و نگار ملی، آفریدن دیوارنگاره ها در داخل بیناها برایش الهام می بخشد. کوشش می نماید تا هر نقش را با سبک و اسلوب خاص خودش روی کاغذ بیارد. حالا با شاگردانش بیشتر به هنر نقاشی و کندلنگاری مشغولند. ما با شاگردان حرکت داریم که همین نمود صنعت نقاشی و کندلکاری را بیشتر برآوریم، چون که با اقدام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده شده بود. برای احیای هنرهای مردمی بس مفید و یک راهنمای بسیار مفید بود. بنابر همین امروز شاگردان زیادی در محفل‌های رسامی، رسمکشی، اینچنین به مکتب بچگانه صنعت شامل شده همین هنرهای مردمی و دیگر نمود هنرها را از خود کرده ایستاده‌اند. اگرچه تیلاومурод каримов از روی هنر رسامیش زندگی را پیش میبرد، در برابر این در قلب نسل نورس و جوان حس زیبایی پرستی، دوست داشتن منظره های ناتکرار وطن و ارج گذاشتن به ارزش های نیاگان را احیا می کند. او با این هنر خود در بسیار چهاربینی های سطح شهری و جمهوریوی اشتراک کرده محصول دست خویش را به دیگران معرفی نموده است.